سلام خوش آمدین به ویدیوی امروز. همونطور که میبینیم امروز قرار است که ربات بروم را براتون معرفی کنیم. قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم که چطور کار میشه فراموش نکنین چنل ما سابسکرایب، ویدیو رو هم لایک کنین، یکم کامنت انگلیسی هم بانین. دیگه فراموش نکنین در کانال تلگرام ما جوین شوین تا بتونین لینک همه بازی را بگیرین و استارت کنین. قبل از همه بالای این لینک کلیک میکنین تا برین داخل گیم. بعد از اینجا روی استارت کلیک میکنین. بعدش یک چند دقیقه صبر میکنین که بازی بیای بالا. اینترنت کم ضعیف است، لودینگ میکنه. کم لودینگ داره. همونطور که میبینی این روز اول ماست که استارت کردیم. مثلا بر ما 10 دانه پوینت داد، 3 دانه تیکت که بسیار ضرور است. تیکت ها در روی کانتینیو کلیک میکنین. بعد از کانتینیو تو صفحه براتون ظاهر میشه. مثلا اینجا میتونین از اینجا گیمش بازی کنین، از اینجا میتونین فارمش کنین که بعد از 6 ساعت هر بار باید یک بار فارمش کنین. اول استارت فارم میزنین، این فارم استارت شد. بعد هر 8 ساعت باید بیاین و پوینت هایتون رو باید کلایم کنین. دیگه در اینجا در قسمت پلی هر روز براتون چند تیکت میده، باید روی پلی کلیک میکنین. بعد از اینا رو کلایم میکنین. تنها روی بمبا نزنین که باز چی میشه. اینجا یخ هم هست دیگه، بمبا نزنین که امتیازاتشون صفر میشه. این ما تقریبا 140 دانه توکن بلوم جمع کردیم. از اینجا میتونین دوباره پلی کنین. ما اینجا کار نداریم، میبریم از داخلش. و بعد در اینجا در قسمت ایرن میاییم. در اینجا قسمت ایرن کم لودینگ میکنم. این مثلا اینجا یک چند دانه تاسک است، مثل کدای یوتیوب است. یوتیوب را چی میکنیم. اینجا مثلا باید سوشال میدیاشون رو فالو کنین دیگه و دیگه. یکی براتون آموزش میدم. اول این از این شروع میکنیم. اول از فالو سوشال ها شروع میکنیم، اوپن میزنیم. همونطور که میبینیم باید تلگرامش را چی کنیم، سابسکرایب کنیم. اینستاگرامش، اکسش، توییترش، فیسبوک، دیسکورد و یوتیوبش. میزنیم روی استارت. بعد اینجا جوین رو انتخاب میکنیم پایین. بعد از دوباره میرین داخل اپ. همین طور که میبینین یک کلایم روشن شده. میزنی روی کلایم، یعنی کلایم شد. مثلا این دیگه هاش میتونین همون طور پر کنین. یک کلش مثل هم هست، هم تو چیاش تاسکاش پر کنین. اینجا در قسمت فرندز میتونین از این قسمت دوستانی دعوت کنین. بزنین دی میتونین دوستایتون اسکن کنه یا اینجا لینکش کپی کنین و برای دوستایتون روان کنین. دیگه در قسمت والد باید یک والد کنین. مثلا تون کیپر اگر نمیتونین تون کیپر چی است، ما یک ویدیو در آینده جور میکنیم و بعد از او میتونین رو ببینین و تون کیپرتون واصل کنین. این دیگه کار زیاد نداره. دیگه توضیحات اضافی را در کپشن نوشته میکنم. دیگه لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره.